سلام بینندگان گرامی به نیوز پلاس از کابل خوش آمدین. در تازه ترین تحولات تنش‌ها میان ایران و امریکا ادامه دارد. ایران پیشنهاد آتشبس 48 ساعته ارائه شده از سوی امریکا را رد کرده و اعلام کرده که شرایط مطرح شده غیر قابل قبول است. طبق گزارش‌ها تهران همچنین از شرکت در مذاکرات برنامه‌ریزی شده با ایالات متحده در اسلام آباد امتناع کرده و تلاش‌های میان جنگیگرانه برخی کشورهای منطقه تا اکنون متوقف شده است. با این حال ترکیه و مصر همچنان در تلاش برای یافتن راه‌ها جایگزین جهت آغاز گفتگوها هستند تا شاید روند دیپلماسی مجدد فعال شود. این خبر را از نیوز پلاس دنبال کردین. از توجه شما سپاس.